ای داد بیداد، امروزم پنجه برج بازم پرتغال آوردیم با کلوچه. بازارم خیلی کساده، فروش نیست، فروش کمه. الحمدلله شکر خدا فروش هست، ولی فروش ضعیفه، مثل همیشه نیست. ما ناشکر نیستیم، ولی یکمی بازار خلوته. من نمیدونم چرا. پرتغال خیلی عالی داریم، یه دست پرتغال تو سرخ یه دست سبدی میدیم کیلو 35 تومن. تو چین کسی بخوا میدیمش کیلویی 40,000 تومن. این هم پرتغالمو که کیلو 40 تومن میدیم، هر که بخوا توش بچینه کیلو 40 تومن. این هم از کلوچه هامون. این هم برای بینندگان عزیز، این هم برای تابلومون. ورودی شهر از طرف فرمانداری.